با سلام خدمت همه بچه های عزیز سال دهم. امیدوارم حالتون خوب باشه. در قسمت هفتم میرسیم به قضیه پایستگی انرژی مکانیکی. یکی از مهمترین در واقع قضیه ها، قانون هایی است که در این فصل کاربرد زیادی داره و قطعا هم سوال امتحان ازش خواهید داشت. توضیح میگه در خیلی از مسائل این فصل نیروهایی مثل استکاک، مقاومت هوا که انرژی مکانیکی رو تغییر میدن خبری نیست. میگه استکاک نداریم. این کار شما راحت میکنه. در واقع در این مسائل کار نیروهای غیر پایستار مثل استکاک یا مقاومت هوا صفر. برای همین انرژی مکانیکی ثابت میمونه، پایسته میمونه، تغییر نمیکنه. شما اگر در مسئله دیدی گفت استکاک نداریم، انرژی تلف شده نداریم، سریع بگو E1 مساوی E2، مسئله رو حل کن. به جای E1 هم که میدونی باید بذاری K1 به علاوه U1، به جای E2 هم بذاری K2 به علاوه چی؟ U2. حالا بریم ببینیم سوال رو. میگه در شکل زیر گلوله‌ای با تندی 10 از ارتفاع H از سطح زمین پرتاب کرده ایم. اگر گلوله با تندی C به زمین بخوره ارتفاع H چیه؟ خب آخر سوال ببین چی گفته؟ از مقاومت هوا چشم پوشی کنید. همین جمله رو دیدی یادت باشه قانون پایستگی رو باید بنویسی. سریع بگو E1 مساوی E2. به جای 1 میذاریم K1 به علاوه U1، به جای E2 هم K2 به علاوه U2. در حالت اول هم سرعت داریم هم ارتفاع، پس هم K داریم هم U. اینجا نگاه کنید گلوله هم سرعت داره هم ارتفاع از زمین، پس هم K داره هم U. در حالت دوم که گلوله میاد روی زمین دیگه U نداره که، پس U2 صفره. حالا عدد گذاری میکنی 1/2 mv1 به توان 2 به علاوه mgh1 مساوی 1/2 mv2 در واقع اما خط میخورن، یعنی از امای سمت اول اگه فاکتور بگیری با ام خط سمت دوم خط میخوره. عددا رو قرار میدی دیگه گلوله ارتفاعش به دست میاد. عددا رو که بهتون داده. سال آسونی بود. خب سال بعد میگه مطابق شکل 3 توپ با جرمهای M3 بزرگتر از M2 بزرگتر از M1، یعنی M3 از همه سنگین‌تر، جرمش بیشتر، از 3 مسیر متفاوت ولی از ارتفاع یکسان، همه از ارتفاع H رها میشن. در صورتی که اتلاف نداشته باشیم الف تندی گلوله ها هنگام رسیدن به زمین رو مقایسه کنید. ببینید بچه ها سریع اینجا نگاه کن. سریع میگی E1 مساوی E2، K1 به علاوه U1 K2 به علاوه U2. K1 صفره. چرا صفره؟ گفته رها شده. بعد که میاد رو زمین U2 صفره چون دیگه ارتفاع نداره. به جای U1 چی میتونی بذاری؟ mgh1. به جای K2 چی بذاری؟ 1/2 mv2. ساده میکنی به این میرسی. یه جذرم که بگیری میشه رادیکال 2 تا gh. بچه ها سرعت هنگام رسیدن به زمین اصلا به جرم ارتباطی داره؟ نه. میبینی دیگه شده رادیکال 2gh. پس همونطور که مشاهده میکنی به جرم ارتباط نداره و سرعت گلوله ها وقتی میرسن به زمین با هم مساوی اند. آقا پس گوش کن، وقتی گلوله ای رو از ارتفاع H، 3 تا گلوله هستن، از ارتفاع H رها میشن، ارتفاع 3 تاشون مساویه. اینا وقتی میرسن به زمین سرعتاشون برابره چون سرعت به جرم ارتباط نداره. براتم اثبات کردم. قسمت ب میگه تندی توپ ها را در هنگام رسیدن به زمین در حالتی که جرم توپ ها برابر باشه، اصلا به جرم گفتیم بستگی نداره دیگه، بازم جرما با هم چون در واقع ارتفاع با هم برابره سرعت ها مساوی هم، به جرم ارتباطی چی نداره. سال بعد میگه در مسابقات اسکی شخصی از نقطه A شروع به حرکت کرده و در نقطه B از سکو جدا میشه و در نقطه C میرسه به زمین. تندی اسکیباز در نقطه B رو از ما خواسته. گفته آقا از نقطه A شروع به حرکت کرده، یعنی تو نقطه A سرعت نداریم. ببین اتلاف انرژی باز نیست. شما سریع بگو ای A مساوی ای B. ای A چی میشه؟ K به علاوه U. K A صفره پس فقط U A داری مساویه. در نقطه B هم سرعت داری هم ارتفاع، پس میگی کای به علاوه یوی به. حالا میای عدد فرمول گذاری میکنی. mgh مساویه 1/2 mv2 به علاوه mgh ب.
حالا اما فاکتور بگیر، با این ام خط میخوره. عدد بذار. G10 ارتفاع 60 مساویه 1/2 سرعت تو نقطه ب نداریم به علاوه G10 ارتفاع در نقطه ب رو داده 20 متر، میذاری 20 متر. خب این میشه 600، این میشه 200. 200 میاد این ور از 600 کم میشه، میشه چقدر؟ میشه 400. 400 مساوی 1/2 وی ب به توان 2. طرفین رو اگه در 1/2 هم ضرب کنی وی ب به توان 2 میشه 800. جذرش رو بگیریم، وی ب میشه رادیکال 800. رادیکال 800 یعنی چی؟ یعنی 400 ضرب در 2 دیگه. 400 هم که جذرش چنده؟ 20. پس میشه 20 رادیکال 2. مسئله ما حل میشه. سرعت در نقطه B به دست اومد. خب بریم سوال بعد. میگه جسمی به جرم 400 گرم از نقطه A از حال سکون. بچه‌ها پس اینجا شما کای A صفر، حال سکون رها شده و در مسیری بدون اصطکاک سر میخوره. سرعت در نقطه B رو بگی. باز مثل سال قبلی یوی کای ای A مساوی ای B. تو نقطه A فقط یو داری، تو نقطه B هر دو رو داری، هم سرعت هم ارتفاع. این B. خب حالا عدد بذاریم. mgh B HA مساویه 1/2 mv B به توان 2 mgh B. فاکتور گیری کن، اما خط میخوره. G عدد بده 10 HA 5 متر مساویه سمت دوم سرعت تو نقطه B رو نداریم، G10 ارتفاع 3.2. این میشه 32، این میشه 32، این هم میشه 50. 32 میره اونور از 50 کم میشه، میشه 18. یعنی 18 میشه 1/2 وی B به توان چند؟ 2. حالا جذر طرفین رو در 1/2 که ضرب کنی وی B به توان 2 میشه 36. جذرش رو بگیر، وی B به دست میاد 6. این قسمت الف سوال. قسمت ب گفته کار نیروی وزن از A تا C. آقا کار نیروی وزن WMG از A تا C میشه MGHAC. AC ببین A اینجا C اینجا. چقدر ارتفاع بین AC؟ نگاه کنی ارتفاعشونه 5/2 3 متر دیگه. جرمش 400 گرم 4 کیلوگرم. جی هم که 10، ارتفاع هم که 3 متر میشه 12. مسئله حله. ببین چقدر آسونه، چون داره میاد پایین مثبت هم هست دیگه، از A به C داره میاد پایین. سال بعد میگه در شکل توپی از ارتفاع 2.8 متری رها میشود. باز رها یعنی باز کای A صفره. بذارین رنگش رو عوض کنم براتون. خب کای A صفره آقا، چون رها شده. در پایین سطح شیبدار وارد دایره‌ای به شای نیمت میشه. سرعت تو نقطه B رو میخواد. باز میگه از اصطکاک صرف نظر کن. دوباره میگی ای A مساوی ای B. کای A به علاوه یوی A. کای A صفره، فقط یوی A. تو نقطه B هم سرعت داره هم ارتفاع داره. خب عدد میذاریم. MGHB MGHA در نقطه A مساوی 1/2 MVB به توان 2 MGHB. خب اما رو فاکتور بگیر، خط بزن. G10 ارتفاعشو نداریم، G10 ارتفاع رو هم داده، چرا 2.8 داریم؟ هیچ. پس میگیم 10 ضرب در 2.8 10 ضرب در 2.8 مساوی طرف دوم سرعت در نقطه B رو که نداریم، باید به دست بیاریم. مساوی 1/2 وی B به توان 2 به علاوه G10
ارتفاع ب از زمین میشه قطرش، شعاع وقتی نیم متره قطرش خب میشه 1 متر دیگه، پس اینجا میذاری ضرب در 1. خب این که میشه 28 طرف اول، یه 10 تا میاد اونور کم میشه 18، یعنی در واقع 1/2 وی ب به توان 2 میشه 18. طرفین رو در 1 2 ضرب کنید، وی ب به توان 2 میشه 36. جذرش رو بگیرین، وی ب میشه 6. کار ما تمام شد و مسئله حل. خب سوال بعد گوش کن، میگه جسمی به جرم 1 کیلوگرم مطابق شکل از نقطه آ رها، باز کای آ صفره، رها یعنی صفر، اگر تندی جسم در نقطه B 36 کیلومتر بر ساعت میشه 10 متر بر ثانیه، بر عدد 3.6 تقسیم کنید، میشه در واقع این. خب ادامه سوال میگه از اصطکاکم که صرف نظر کنید بفرمایید که جسم از چه ارتفاعی چی رها شده. خب دوباره قانون، بعد همین که میگه اصطکاک نداریم، بیا قانون پایستگی رو بنویس. شما بنویس ای آ مساوی ای ب. خب تو نقطه آ کا نداری، پس میگی یوی آ. تو نقطه ب رو زمینه، فقط ب کا داری، کای ب داری چون اومده رو زمین. خب میگی ام جی اچ آ مساوی 1/2 ام وی ب به توان 2. ام با ام خط میخوره، عدد بذاریم، جی 10، اچ رو نداریم، 1/2 سرعتش هم که گفتی 10 تا 100 توان 2 میرسه دیگه. خب میشه 55 متر، این میشه 5 متر. این قسمت الف. قسمت ب میگه سرعت در نقطه C، شما میتونی آ رو با C بگیری، میتونی ب رو با C بگیری، هیچ فرقی نمیکنه. من مثلا میگم ای ب مساوی ای C. خب تو نقطه ب فقط سرعت داری، یعنی کای ب داری. تو نقطه C هم سرعت داری هم ارتفاع داری، چون سرعت چون میخوای به دست بیاری دیگه، و سرعت حتما داشته که میخوای به دست بیاری. خب عدد فرمول بذاریم، 1/2، بذار من این رنگش رو عوض کنم بهتر دیده بشه، 1/2 mv2 اینجا میذاری، ببین 1/2 mv ب به توان 2 مساوی 1/2 mv3 به توان 2 به علاوه mghc. ام خط میخوره. خب حالا بیایم عددا رو قرار بدیم. بسیار عالی. 1/2 خودش سرعت تو نقطه ب رو حساب کردیم، خودش داده اصلا 10 تا 100 تا. طرف دوم سرعت تو نقطه C رو نداریم، جی 10، ارتفاع نقطه C از زمین هم 3.2 میشه 32. این ورم میشه 50 تا 32 تا میاد این ور کم میشه 18. 1/2 وی سی به توان 2 میشه 18. طرفین رو در 1/2 ضرب کنید، برای که 1/2 از بین بره میشه 36. جذرش رو بگیر، میشه 6 متر بر ثانیه و مسئله شما حله. ببینید بچه چقدر مسئله ها آسونه، یعنی اگه حواستو جمع کنی خیلی خیلی راحت سوالات حل میشه. خب بریم به سوال بعدی رو ببینیم. جادسان چیه؟ سوال 66. یه دقیقه بخون، من یه 10 ثانیه سکوت میکنم، خودت بخون. خب ببین چی میگه. میگه جسمی در شرایط خلا از نقطه آ رها و میشود اگر سرعت جسم در فاصله 2 متری زمین، ببینید بچه ها این زمینه، خب یه جسمیه از نقطه آ رها میشه، یعنی وی آ صفر. ببخشید یه لحظه من، خب وی آ صفر، خود سوال گفته، یعنی ما کای آ نداریم در واقع. خب اگر سرعت جسم در 2 متری زمین، ببینید این مثلا تا اینجا 2 متره، از اینجا تا اینجا 2 متره، بد شد نوشتن من، این 2 متر دیگه واحدشه. سرعت 4 متر بر ثانیه. خب حالا چی میخواد؟
میگه ارتفاع نقطه آ رو از سطح زمین برین پیدا کنید. بچه ها این نقطه آ، اینم نقطه ب. من میام میگم ای آ رو مساوی ای ب میدم. ببینید این نقطه ب، حالا این یه خوردی نقطه ب، من میام میگم ای آ مساوی ای ب. خب آقا شما تو نقطه آ چی داری؟ همه به من بگن. فقط یو داری. یو، درست شد؟ میگم یوی آ سیستم ها یه خورده الان هنگ کرده، اینجا یکم نوشتنش چی سخت شد. یوی آ مساوی با، تو نقطه بی چی داری؟ هم سرعت داری هم ارتفاع. میگی 1/2 کای به یوی ب بذارم بعد عدد کای به علاوه یوی ب. خب حالا ببینید بچه عدد گذاری کنیم. MGHA اینا سطح مبدأمون تا زمینه ها، ما مقیاسمون رو زمین داریم میگیریم. زمین مساویه، خب 1/2 فکر کنم اینو من باید دوباره بنویسم برات. خب 1/2 MV ب به توان 2 به علاوه MGH ب. خب حالا کیا خط میخوره؟ این M با این M با این M خط میخوره. ارتفاع آ رو که نداریم، GH 10 H آ. خب میایم مساوی با سرعت تو نقطه ب رو داده 4 به توان 2 16 نصفش میشه 8، 1/2 دیگه میشه 8. خب ادامه میدیم. G 10 به علاوه G 10 ارتفاع ب تا زمین چقدر؟ 2 متره میشه 20. خب حالا نگاه کن میشه 28 اچ آ به دست میاد 2/8 به همین آسونی. اچ آ میشه 28 تقسیم بر 10 میشه 2/8 و مسئله چی؟ حل میشه. خب دوستان این من چون حجم فایلامونم زیاد نشه من سیستم رو یه بار دیگه ریستارت بکنم تا اول مثال 67 پایان قسمت 7م. انشالله قسمت 8م میریم سراغ ادامه حل سوالات. خسته نباشین، خدا نگهدار.